هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. خدا هستم، امت جناب سرور عالم هستم. شما همگی تان بدانید که من دیوس نیستم، مسلمان هستم. زن برای خودم میگیرم، فتح نمی پوشانم. در کازینو رستوران فتح پوشانده بدن زن ما برای مرد بیگانه نشانه میتم. پدران عزیز، خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کیلون تا یا دختر تا در رستوران توی کردی، بدان که تو را حاجی الله نمیگوید، تو را همچون دیوس میشناسد، تو را پیغمبر خدا دیوس میگوید. الله میگه بندگان من دنیا را برای مردمی بدین منافق زینت میتم. بنده ها را بعضیش میسنجم، وای میگردانم، پول نداشت مرسدسش میتم، دلارش میتم، باشی دیگه مسجد نمیرود، نماز نمیخواند، خالقش پسند نمیکند. وقتی که یک دردش دادم پا میبینی که توبه کردم، با روزه که شود او را صحتی بودم، پا متکبر میشود. مسلمان کی است؟ مسلمان کسی است که 5 وقت نماز میخواند. فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش نیچست، ساتر ندارد یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمیسازد. هر کسی که زنش ساتر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومالی خرقدی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمیدارد، پیغمبر دیوس دوست نمیدارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه مدمن الخمر والعاقل والدی والدیوس وهو الذي يقر سوء في اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند. یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که زنش ساتر ندارد. مرد بیگانه قدی رقص و بازی میکند، خودش بیناموس از دور نظر میکند، زنش با مرد بیگانه رقص و بازی میکند. الله میگه ای بنده من، آش خوردی، یک روز چند جا قرولتای ده معرکه میشد، برای آش رفته میتونستی، چرا مسجد نمیایی؟ چرا زنت با حجاب نکردی؟ جواب میگویی کسانی که در خانه بابای حاج محمد رسول نشستند خوردن، بعد از همین شنیدنی موعظه ها سخنای الله که پن نگرفت، زنش با ستر نکرد، دخترش با حجاب نکرد، رفتهای به مسجد نکرد، مسلمانان را دوستی نداشت، الله در روز قیامت میپرسد، جنتی ها را اجازت میدید بپرسید که اینا چرا در دوزخ میسوزند؟ جنتی ها سوال میکردند دوزخی ها را ما سلککم فی سقر. ای برادر، در خانه بابای حاجی محمد رسول نشسته بودیم، یک جا آش میخوردیم، امروز چرا تو در دوزخ میسوزی؟ این چی جواب میگه؟ لم نکن من المصلین، من نماز نمیخواندم، زنم حجاب نداشت، ساتر نداشت، دخترم به حیا بود، در رستوران توی کردم، من نام مسلمان بود، خلاص دیگه خودم چیزی نداشتم. قومای عزیز، خیانتت میکند، هم در خاندانت، هم در زندگیت، هم در پولت، هم در دخترت، هم در زنت. روزی میشد خیانت میکند. حتی در قرولتای 3 بار حج رفت، 1 بار از حج ناورد، 1 حجاب ناورد برای دخترش، 1 حجاب برای دخترش ناورد. 5 بار حج رفت است، با میبینی زنش در کوچه بی ستر. حاجیان محترم، موی سفیدان عزیز، 5 وقت نمازتان در جماعت بخوانید، همچنانی که حضرت شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش میگوید، در دوره پیشتر یک دختری جوانی از دنیا گذشت. برادرش وقتی که در قبر سپارید او را، آمد در کیسش قبچقش نیافت، گفت برم من قبچق ما بیاوم. رفت لحد خواهرش کن، قریب لحدش آمدن، گفت که 1 بار دیگه جمال خواهر ما ببینم. خشتی لحد که گرفتک، درون لحد پر از چی بود؟ پر از آتش بود. محکم کرد، گریان خانه آمد. مادرش پرسید که مادر، پسر جان چرا تو گیره میکنی؟ گفت که خواهرم چی کاره بود؟ گفت خواهرت برای چی گیره میکنی؟ گفت خواهرم آتش دوزخ لحدش پر شده است. چی کاره بود؟ گفت که خواهرت بعضی وقت نماز نمیخواند.